سامان محمدبеков جودوکاری توجیک در لیگ اروپا آید به جودو در هیئت تیم اورال سیبیر غربی کشور روسیه به رقابت پرداخته. در دور اولین نیروسنجیش با ریکوین تئو از دسته سن ژنویو از کشور فرانسه میدانداری کرد. در این قوه دو جانب تا دقیقه های آخر نتوانستند امتیازی کسب کنند، اما در نهایت سامان محمدبеков با اجرای اصول حریف را به تخته پشت زده با امتیاز ایپون دست بالا گردید. اما نه همه همدسته های سامان در این دور موفق شدند، بنابراین دسته اورال سیبیر غربی در مجموع با حساب 3-2 از دسته سن ژنویو شکست خورده به دورهای تسلی بخش رفتند. در اولین دور تسلی بخش سامان محمدبеков و همدسته هایش توانستند دسته دینامو بوخارست رومانیا را با حساب 5-0 شکست دهند. در این دور سامان محمدبekov با دومیترسکو بورس هنر آزموده از آغاز نسبت به حریف فعالتر بود. همین هم باعث گردید که رقیبش دو آگاهی بگیرد. پس از گذشت 2 دقیقه از میدانداری دو پهلوان، سامان توانست با استفاده از ضد اصول کسب امتیازی وزری نماید. در ادامه همچنان دومیترسکو کم فعال بود، بنابر همین سیومین آگاهی را دریافت کرد و رقابت را پیش از مهلت به سامان محمدبekov باخت. در دومین دور رقابت های تسلی بخش سامان با بانسکی برونو از دسته کشور میزبان اوسک پراگا اندر میدان رقابت شد. پس از چند لحظه نیروسنجی سامان محمدبekov توانست از حریفش یک امتیازی وزری ستاند و همچنان رقیب را در حالت اسای کامی نگاه داشت و سیومین واخوریش را هم در لیگ اروپا آید به جودو با پیروزی به انجام رسانید. همینطور در دومین دور تسلی بخش دسته اورال سیبیر غربی با حساب 4-1 دست بالا و به دوری بعدی برآمد. در سومین دور تسلی بخش دسته اورال سیبیر غربی با دسته дзюдо دنپر از اوکراین رقابت نموده در چارچوب آن جودوکار تاجیک بازویادا اوری نیرو سنجید. نصفی از نیرو سنجی بدون امتیاز سپری شده، حریف سامان به خاطر کم فعالی صاحب یک آگاهی شد. اما در دقیقه آخر سامان محمدبekov با اجرای اصول توانست از حریف امتیازی وزری ستاند و در ادامه رقیبش را در حالت اسای کامی نگه دارد. همینطور سامان محمدبekov چهارمین رقابتش را هم در لیگ اروپا آید به جودو با پیروزی پشت سر کرد. همچنین اعضای تیمش هم خوب برآمد کرده دستهشان بر تیم дзюдо دنپر اوکراین دست بالا گردید. همکنون سامان محمدبekov و همدسته هایش از اورال سیبیر غربی برای کسب مدال برنجی لیگ اروپا آید به جودو میان باشگاه ها با دسته لوکوموتیو باز هم از کشور روسیه نیرو خواهد سنجید. در مبارزه برای کسب نشان برنجی دسته اورال سیبیر غربی بر تیم دیگر روسیه لوکوموتیو با حساب عمومی 5-0 پیروز گشت. سامان این نوبت با جودوکار معروف آذری هدایت هایدارف میدانداری کرد. هایدارف با دریافت سومین شیدو در گلدن اسکور مغلوب دانسته شد. бошгоҳи PSG Фаронса ғолиб ва сазовори ҷоми мусобиқа гашт. бояд қайд намуд ки медали биринҷии Лигаи Аврупо барои Сомон аввалин нишон аз мусобиқаи қитъавии бошгоҳӣ маҳсуб мешавад. ёдовар мешавем ки дар мусобиқа 14 даста аз кишварҳои Фаронса, Россия, Украина, Чехия, Румыния ва Сербия иштирок доштанд.